آقا ایرانی هر جای دنیا که باشه ناراضیه. این ویدیو رو ببینیم برگردیم. حقوق میگیرم مالیات میدم، خرید میکنم مالیات میدم، ماشین میخرم مالیات میدم، بنزین میزنم مالیات میدم، روغنش عوض میکنم خب کجا مالیات نباید بدم؟ آقا این حیوانم میخوای بگیری بعد مالیاتشو بدی. من خانواده‌ام یه سگ دارم ماهیانه داریم بابتش مالیات پرداخت میکنیم. خب چرا؟ میخوام امنیت نداشته باشه. امنیت نداشته باشه بهتره دیگه این همه مالیات بدیم. ما جوونیم داریم کار میکنیم حداقل بزنم به یه جای برسیم ولی اجازه بهمون نمیدن واقعا. خب اون رفیقمون که نتونست جوابتو بده. بیا من جوابتو بدم. اولا که کلا آلمان روی مالیات میچرخه. بعد اونجوری هم که من حس میکنم شما خودتون پناهندگی اومدی و اون مالیاتی که دادن مردم دیگه و مردم آلمان صرف پناهندگی شما شده، صرف کرایه خونه شده، صرف کلاس زبانت شده. ولی الان که موقع مالیات دادن خودت شده میگی مالیات نمیدم و امنیتم نمیخوام. حالا بیا واضح‌تر بهت بگم چرا داری مالیات میدی. اینجا مالیات میدی ولی آزادی. سومین پاس قدرتمند دنیا رو میتونی داشته باشی. مالیات میدی ولی هوای پاک داری. مالیات میدی ولی برق نمیره. مالیات میدی ولی گوشیتو تو خیابون ازت نمیزنن. مالیات میدی ولی بدون ضامن وام مسکن میگیری. مالیات میدی ولی اون ماشینی که دوست داری و 100 برابر گرونتر نمیخری. به خاطر این مالیاتی که داری میدی آزادانه اون سگتو میبری بیرون توی پارک برات خدماتی گذاشته شده که برای اون سگه و به خاطر اینه که مالیات میدی. در آخرم بهت بگم رفیق، اگر نمیتونی پس انداز کنی تقصیر مالیات آلمان نیست. شما یا حقوقت خیلی کمه یا خرج زندگی زیاده یا هر دو. اگر نمیتونی این دو مورد رو تغییر بدی پس نه آلمان نه جای دیگه نه هیچ کشور دیگه ای مناسب برای زندگی شما نیست و شما همینطور فقط اعتراض میکنید.